حاضرین گرامی، باعث قناعتمندی است که امروز ما بار دیگر در نوای باباجان غفورов جمع آمدیم تا با جریان کارهای ساختمانی یکی از مهمترین انشاءات صنعتی مملکت کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی کمبینات متالورژی تاجیک از نزدیک شناس شویم. ماه اپریل سال گذشته ما به ساختمان این کارخانه عظیم آغاز بخشیده بودیم. آن وقت تاکید کرده بودم که بنیاد این انشاءات ساختمان تنها یک کارخانه نیست، بلکه آغاز مرحله نوی رشد صنعت معدن و گذاشتن زمینه متالورژی ملی تاجیکستان میباشد. چنانکه امروز میبینیم در مهلت نسبتاً کوتاه کارهای ساختمان با سرعت خوب پیش رفته برای بنیاد اینفراستراکچور مهم استحصالی از جمله خطهای بلند شدت برق، شبکه‌های آبرسانی، راههای ماشینگر و دیگر انشاءات‌های ضروری کارهای نظررس انجام داده شدند. تا امروز طبق نقشه زیاده از 80% کارهای ساختمان مرحله اول کارخانه انجام داده شدند. از همه مهمش آن است که بیش از 70% تجهیزات و تکنولوژی کارخانه الکی وارد شده است از کشورهای پیشرفته دنیا در میدانچه ساختمانی قرار دارد و قسم زیادش الکی وصل نصب کرده شده. این موفقیت کلان. این پیش از همه مسئولیت شناسی، تشکیل درست کار و عزم قوی ساختمانچیان، صاحبکاران، مهندسان و همه مسئولان لایحه را نشان می‌دهد. طبق لایحه کمبینات متالورژی تاجیک با سرمایه عمومی قریب 6 میلیارد سامانی در 2 مرحله بنیاد می‌گردد. مرحله یکم ماه سپتامبر سال 2027 و مرحله دوم سال 2029 به استفاده داده شده اقتدار سالانه آن استخراج و کارکرد 2,500,000 تن معدن آهن را تشکیل خواهد بود. در دوره ساختمان بیش از 1,200 نفر و بعد پورا به استفاده دادن کمبینات زیاده از 1,500 نفر با جای کاری دائمی تامین میشوند. در همین کارخانه قابل تاکید است که عملی سازی چنین لایحه‌های بزرگ نتیجه سیاست پیگیرانه دولت در سمت دستگیری صاحبکاری، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و تحکیم همکاری دولت با بخش خصوصی میباشد. با استفاده از فرصت برابریت مهندسان و ساختمانچیان و همه کارمندان جمعیت سهامی کمبینات متالورژی تاجیک، اینچنین همه شریکانی که در عملی سازی این لایحه مهم سهم می‌گذارند برای فعالیت صادقانه اشان اظهار سپاس می‌نمایم. این لایحه تدریجاً به یکی از پایه‌های مهم رشد صنعت وزنین مملکت تبدیل یافته برای تأسیس جاهای کاری نو، رشد استحصالات و تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان صاحب استقلال زمینه استوار می‌گذارد. در رابطه با این خاطررسان می‌سازم که ساحه متالورژی سیاه در همه دور زمانها محرک استراتژی رشد دولت و پایه استوار ترقیات اندوستریالی هر یک کشور به شمار می‌رود. متالورژی سیاه صنعت وزین به حساب رفته
جریان آن از استخراج معدن آهن آغاز می‌گردد و تا حدی به استحصال نهایی رسانیدن محصولات دوام می‌یابد. متالورگی سیاه امکانیت فراهم می‌آورد که نه تنها در حدود ساحه بلکه در ساحه‌های با آن نزدیک از جمله صنعت، ساختمان، نقلیات، انرژیتیکا، اینچنین سودا و بخش‌های دیگر شماره زیادی جایهای کاری نو تأسیس داده شد. متالورگی سیاه در سمت رشد انفراستراکچور لوجستیکا و بارکشانی نیز اهمیتی مهم دارد. زیرا در این زمینه شماره زیادی واسطه‌های نقلات بارکش جلب کرده میشد. مهمتر از همه این ساخه وابستگی کشور را از آهن و دیگر مسائل ساختمانی وارداتی کاهش داده زمینه را برای رشد صادرات مهیا می‌سازد. علاوه بر این متالورگی سیاه در سمت پیدا نمودن منبع‌های نوی درآمد از حساب انداز از جمله انداز از استفاده برندگان ذخیره‌های طبیعی، انداز از درآمد کارخانه‌ها، انداز از ارزش اضافه شده، دیگر نمودهای انداز و غنی‌گردانیدن بودجه دولت نقش مهم می‌بازد. همچنین متالورگی سیاه در رشد سرمایه انسانی اهمیتی مهم دارد. زیرا در زمینه آن بنیاد مرکزهای آموزشی، استفاده وسیع از تجهیزات و دستگاه‌های معاصر تکنیکی، معرفی اقتدار و ذخیره‌های بای طبیعی، جلب سرمایه خارجی و آماده کردن متخصصان به طلبات بازار مهنت جوابگوی و راه مانده میشود. استقلال متالورگی به دولت امکان می‌دهد که همه گونه نقشه‌های عظیم از جمله بنیاد شهرک‌های نوی صنعتی، راه و تونل‌های استراتژی، پل‌های کلان ماشین‌گذار، انشاءات و بناهای ورزش و فراغت، نیروگاه‌های خرد و بزرگ و دیگر انفراستراکچور برای جامعه مهم را در آینده به یگان مانع و یا صرف نظر از تحریم‌ها یا که تأثیر آمیرهای بحرانی بیرونی عملی ساز. در داخل کشور موجود بودن چنین زنجیره استحصالی نشانه سطح بلندی ساحه صنعتی مملکت میباشد. زیرا هر یک دولتی که امکانیت قانع نمودن طلبات داخلی خود را با محصولات از آهن استحصال شده دارد میتواند در ساحه‌های دیگر از جمله ساختمان، مدافع و رشد انفراستراکچور استقلال کامل را به دست آورد. اهمیت اساسی ساحه متالورگی سیاه از لحاظ اقتصادی پیش از همه در تأثیر رسانی پیوسته آن میباشد. یعنی این ساحه از جمله سمت‌های میباشد که خود به خود یا خود برای خود کار نمی کند. از روی تحلیل‌های بین المللی هر یک جای کاری نوی در ساحه متالورگی سیاه تأسیس داده شده تا 7 جای کاری نوی دیگر را در ساحه‌های مربوطه از جمله صنعت، ساختمان، انرژیتیکا، نقلیات، اقتصاد، علم و ساحه‌های دیگر به وجود می آورد. غیر از این ساحه مذکور با ساحه انرژیتیکا تکان جدی می باشد. چون که محصولات از آهن استحصال شده محصولات سرمصرف‌ترین در ساحه انرژیتیکا بوده، ساختمان نیروگاه‌های نوی برقی، از نوسازی شبکه‌های انتقال برق و رشد ساحه انگشت از آن وابستگی دارد. در یک سال در بنیاد نیروگاه برقی آبی راهون زیاده از 100,000 تن تنها ارماتور ما از بیرون وارد. حاضرین محترم،
حکومت مملکت از روزهای اولی صاحب استقلالی رشد صنعت را همچون یکی از سمت‌های عضلاتناک سیاست اقتصادی معین نموده برای استفاده ثمرناک ذخیره‌های ملی و تشکل اختیارهای استثماری تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. در نتیجه امروز تاجیکستان تدریجاً از اقتصادیات اساساً به صادرات اشیاء خام تکیه کننده به اقتصادیات استحصالی قدم می‌گذارد. یعنی ما قرار قبول کردیم یک چند سال پیش که تمام بایگری های تاجیکستان یعنی معدن های زیر زمینی ما با کدام شرکتی نباشد خواه وطنی خواه خارجی هر شرکتی که میخواد کار کند همین اشیاء خام نمیبرارد. مرحمت ما تمام شرایط امتیازها را میدیم میگیرد ما همین گونه 800 کان لایحات و معدن‌ها دیالوگ معین کرده آماده است برای سرمایه و کدام شرکتی که صاحب لیسانس می شود میخواهد کار کند از محصولات اشیاء خام تا محصولات نهایی تیار کارکرد میکند صادرات میکند اختیارش کار مثل من کارخانه متالورگی تاجیک انا همین سیکل انا همین چیز از همین جا من همین کارخانه یک نمونه عبارت که من چیزی در این روان رشد متالورگی سیاه اهمیتی استراتژی دارد. خاطر نشان می‌نمایم که تاجیکستان دارای ذخیره‌های بای معدن‌های متالی میباشد. از این رو وظیفه اساسی ما تنها استخراج آنها نیست بلکه تشکیل زنجیره پوره استحصالات از کارهای گیولوژی و استخراج تا استحصال محصولات نهایی متالورگی میباشد. با همین مقصد حکومت مملکت به رشد صنعت کارکرد استفاده تکنولوژی‌های پیشرفته استحصال محصولات عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده دقت اولین درجه می‌دهد. در همین زمینه ساختمان کمبینات متالورگی تاجیک اهمیتی مخصوص دارد زیرا آن برای تشکل استحصالات معاصر متالورگی در مملکت زمینه استوار می‌گذارد. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که سخن تنها درباره ساختمان یک کارخانه نمی‌رود. در مجموع در دوام سالهای 2025 و 2029 از جانب جمعیت اسلامی کمبینات متالورگی تاجیک 7 کارخانه صنعتی همچون نظام یگانه بنیاد می‌گردد که نخستین مجموعه مکمل متالورگی سیاه وطنی را تشکیل می‌دهد. در مرحله یکم لایحه استحصال کنسنترات آهن و غیلک آهن براه مانده میشد. با آغاز فعالیت مرحله دوم استحصال آهن اولیه یا تازه شده خوله آهنی یا که بلیونس میگن و ارماتور آغاز گردیده در تاجیکستان باری اول زنجیره پوره استحصالات متالورگی سیاه از استخراج معدن تا استحصال محصولات نهایی تشکل می‌یابد. من در وقت صحبت با مسئولین کارخانه سپارش دادم که در دایره امکانات‌های موجوده کارهای ساختمانی مرحله دوم را از همین روز آغاز نمایند. در این صورت ما می‌توانیم یک سال پیش به هدف‌های گذاشته نائل گردیم. یعنی استحصال ارماتور و تامین کردن ساکنان کشور با این نمود محصولات برا مانیم. من فکر میکنم که این امکان پذیر است. ما امروز دیدیم که در یک مدت کوتاه دل کوههای سنگی را پاره کرده میدانهای کلان را تخت هموار کردند و برای بنیاد کارخانه علاقه شرایط مساعد فراهم آمده است. بسیار در زمینهای کشت
صاحبکارا زمین‌های آبی حتی کارخانه صنعتی ساختن. کارخانه متالورژی تاجیک در درون کوه‌ها را هموار کردن، در بالای کوه ساخته ایستادند. باور دارم که مسئولین از اجرای کار میبرایند و ماه سپتامبر سال 28 کارخانه محصولات تیار را پیشکش مردم میگردانند. قابل ذکر است که این اقدام مهم با استفاده از سرمایه صاحبکاران وطنی و جلب تکنولوژی‌های پیشرفته عملی گردیده از افزایش امکانیت‌های بخش خصوصی و اعتماد آن به سیاست اقتصادی دولت گواهی می‌دهد. در تطبیق این لایحه شرکت‌های با نفوذ مهندسی و تکنولوژی جمهوری مردم چین، جمهوری هندوستان و استرالیا، همچنین استرالیا اشتراک دارند که سطح بلند تکنیکی و تکنولوژی لایحه را تشکیل می‌دهند. قابل ذکر است که در بنیاد هر دو مرحله کارخانه تجهیزات و دستگاه‌های نوترین به طلبات بین‌المللی جوابگوی از 12 کشورهای پیشرفته از جمله آلمان، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، شویتزاریا و سوئیسریا وارد و مورد استفاده قرار داده میشد. حکومت مملکت برای ترقیات ساحه متالورژی، رشد استحصالات به صادرات نگرانیده شده، جلب سرمایه و تشکیل کارخانه‌های نو استحصالی من بعد نیز تمام تدبیرهای ضروری را عملی خواهد نمود. هدف ما تشکل متالورژی همچون یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد صنعتی تاجیکستان می باشد. از این رو هر یک تانه معدن استخراج شونده باید پیش از همه در داخل کشور کارکرد گردیده و محصولات نهایی تبدیل داده شود. این باید سمت اساسی سیاست دولتی صنعت باشد. هر یک دولت سیاست داخلی و خارجی خود را محض با در نظر داشت ذخیره ها یا پتانسیل طبیعی خود برای مانده کوشش می کند که به نتیجه های بلند اقتصادی نائل گردد. در این ساحه همه دولت ها از یک قدم اولین آغاز کردند و به نتیجه های بلند اقتصادی نائل گردیدند. کشور ما نیز در این سمت قدم های نخستین خود را گذاشته ایستاده است و امیدواریم که به نتیجه های نظررس می رسیم. چون که اقلیم و ذخیره‌های طبیعی کشورمان به ما برای عملی نمودن چنین اقدام‌های نیک امکانیت می‌دهد. حاضرین گرامی، امروز جمعیت سهامی کمبینات متالورژی تاجیک فعالیت خود را با دید دراز مدت برآورده برای تشکل مجمع معاصر متالورژی مملکت زمینه استوار فراهم آورده ایستاده است. طبق نقشه رشد کمبینات مرحله به مرحله بنیاد کردن کارخانه‌های استحصالی بریکت‌های آهنی، ارماتور، مرکز برقدهی با اقتدار 90 مگاوات که با استفاده گرمی از روندهای تکنولوژی استحصالی حاصل شونده فعالیت خواهد کرد. اینچنین انفراستراکچور مهندسی و نقلیاتی از جمله راه آهن پیش بینی گردیده است. همزمان با این کارهای آمادگی برای تطبیق یک قطار لایحه‌های نوی صنعتی آغاز گردیدند که آنها استحصالات اساسی را پوره نموده برای رشد دیگر بخش‌های اقتصاد ملی نیز اهمیت کلان خواهد داشت. در شهر استرابشن نیز کارخانه استحصالی سمنت با اقتدار سالانه 1,200,000 تن بنیاد می‌گردد. بیش از 100 نفر بعد استفاده دادن در آنجا جای کار میشه. در ساختمان کارخانه غنیگردانی بنتانیت
و کالین در دوره ساختمان 250 نفر جلب گردیدند. بعدی با استفاده دادن آن 120 نفر صاحب جای کاری دائمی میشد. برای ساختمان کارخانه استحصال سمنت 1 میلیارد و 200 میلیون سومانی سرمایه جلب گردیده. در دوره ساختمان زیاده از 1200 نفر و بعد مورد استفاده قرار گرفتن آن بیش از 850 نفر صاحب جای کاری دائمی خواهد شد. در مجموع بعدی با استفاده دادن این کارخانه ها تا سال 2029 زیاده از 3000 نفر با جای کاری دائمی تامین خواهد شد. ما امروز برای تشکل مجموعه مکمل متالورژی اساس بگذاریم که تمام مرحله های استحصالات از استخراج معدن تا کارکرد متال، استحصال مسائل ساختمان و رشد انفراستراکچور نقلیاتی و انرژتیکی را همچون نظام یگانه به هم می‌پیوندد. اشیاء خام اساسی برای رشد متالورژی سیاه ضروری معدن آهن، انگشت، بنتانیت و آهک در تاجیکستان موجود بوده. این امکانیت می‌دهد که زنجیره استحصالات اساساً با استفاده از ذخیره‌های وطنی تامین کرده شد. با در نظر داشت آنکه تاجیکستان با گاز طبیعی دسترسی کافی ندارند، در این لایحه استفاده تکنولوژی‌های پیشرفته انگشت همچون منبع انرژی پیش بینی گردیده است که در تجربه جهانی از جمله در جمهوری هندوستان نتیجه‌های خوب داده است. از چنین مناسبت امکان می‌دهد که در اطراف استحصالات اساسی ده‌ها کارخانه‌های نو و هزارها جای کاری نو تأسیس داده شده. امکانیت‌های رشد صنعت مملکت باز هم وسیع است. باید گفت که رشد متالورژی سیاه به حل مسئله شغل اهالی با دو راه مساعدت می‌کند. یکم، شغل مستقیم. این جایهای کاری نوی مستقیما در کارخانه‌های کارکرد و استحصالی تأسیس داده شده میباشد. کارخانه‌ها برای مهندسان، متالورگ‌ها، مهندسان برق، مهندسان متخصصان ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و مانند آنها کار دائمی را با مزد مهنت خوب پیشنهاد میکنند. دیروز در ناحیه عینی من کارگران خیلی صحبت داشتم، در پیش خانه‌شان کار میکنند، 10,000 8,000 7,000 معاش میگیرند. دوم، شغل غیر مستقیم. با در نظر داشت کارخانه غنیگردانی معدن آهن در منطقه شبکه وسیع کارخانه‌های خرد و میانه بنیاد میگردد. بنابراین محل کارخانه به شهرک صنعتی به مثل شهر استقلال و ناحیه عینی ولایت سوق تبدیل یافته. در آن انفراستراکچور اقتصادی و اجتماعی از قبیل شرکت‌های خدمت‌رسانی، نقلیات و غیره تأسیس داده میشد. همچنین باید گفت که شرکت‌های کلان نه تنها کارخانه‌های استحصالی بنیاد میکنند، آنها اینچنین برای حل مسائل حیات اجتماعی مردم سهم میگذارند. مثلا در سمت بنیاد و تأسیس مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه عمومی، مؤسسه‌های فرهنگ، مرکزهای طبی، آشخانه و طربخانه، مرکزهای ورزش و مانند اینها اشتراک کرده برای تجدید راه‌ها و انفراستراکچور دیگر سهم‌گذاری می‌کند. این نظام تکرارا تازه کردن آب، کاهش دادن اخراج گازهای افلاس کننده به هوای اتمسفر و کم کردن گاز کربن را در بر می‌گیرد. یکی از راه‌های حل مسئله مذکور در زمینه کارخانه غنیگردانی معدن آهن ساخته و به استفاده دادن مرکز برقی با اقتدار 90 مگاوات ساعت میباشد که گرمی را از آتشدانها به اتمسفر اخراج نکرده بلکه آن را به تولید نیروی برق روانه می‌نماید. همین طریق میخواستم تاکید نمایم که رشد ساحه متالورژی سیاه
این سرمایه‌گذاری با آینده است. حاضرین محترم، امروز تاجیکستان با مرحله نوی رشد صنعت وارد گردیده است. در سالهای گذشته وظیفه اساسی ما تأسیس اقتدارهای نوی استحصالی و کارکرد اولین ثروت‌های زیرزمین بود، ولی اکنون ما باید استحصال محصولات نهایی متالورژی را گسترش دهیم. هدف ما تدریجاً از کشور استخراج کننده معدن به کشور استحصال کننده محصولات متالی تبدیل یافتن می باشد. تحلیلات نشان می‌دهد که طلبات مملکت به فلزات سیاه و محصولات از آن استحصال شونده سال به سال و با سرعت افزوده ایستاده است. اگر سال 2016 به کشور همگی 307,000 تن فلزات سیاه با مبلغ 191 میلیون دلار وارد گردیده باشد، پس سال 2025 حجم واردات به زیاده از 1 میلیون تن و ارزش آن به 600 میلیون دلار رسیده است. یعنی در دوام 10 سال اخیر حجم واردات زیاده از 3 برابر افزایش یافته است. حساب‌های دورنما نشان می‌دهد که با در نظر داشت سرعت رشد اقتصاد ملی، عملی سازی لایحه‌های بزرگ انرژتیکی، نقلیاتی و ساختمان، همچنین تطبیق هدف استراتژی صنعتی کنونی با سرعت مملکت، طلبات و فلزات سیاه تا سال 2035 می‌تواند به زیاده از 2,300,000 تن در یک سال رسیده ارزش آن از 1.5 میلیارد دلار بیشتر می‌شود. طلبات عمومی مملکت تنها در 10 سال آینده تقریباً 18 میلیون تن با ارزش بیش از 11 میلیارد دلار را تشکیل خواهد. وابسته به این باید گفت که سال 2025 با کشور زیاده از 600,000 تن تنها آرماتور وارد شده است. از این رو ما وظیفه داریم که طلبات روزافزون بازار داخلی را هرچی بیشتر از حساب استحصالات وطنی تامین نموده ثروت‌های زیرزمینی مملکت را با منبع رشد صنعت، تأسیس جایهای کاری نو و افزایش اقتدار صادراتی تاجیکستان تبدیلی. اینچنین معنا دارد که استحصال آرماتور، پروفیل‌ها، قبورها، کنسترکسیون‌های متالی و دیگر محصولات سرطلب باید در داخل مملکت برآ مانده شود. از چنین مناسبت امکانیت می‌دهد که اقتدارهای استحصالی نو پورا استفاده گردیده، حصه محصولات وطنی در بازار داخلی افزایش یابد، وابستگی از واردات کاهش یافته، امکانیت‌های صادرات محصولات صنعتی وسیع گردد. رشد متالورژی باید به پیشرفت ساختمان، ماشین سازی، انرژتیک، نقلیات و دیگر بخش‌های اقتصاد ملی تکان جدی بخشد. از این رو تطبیق این وظیفه تنها به ذمه یک کارخانه نیست. آن مسئولیت مشترک وزارت اداره داخلدار، مقامات محلی، بخش خصوصی و همه سرمایه‌گذاران میباشد. هر یک لایحه نوی صنعتی باید با تشکیل استحصالات مکمل، کارکرد پوره اشیاء خام وطنی، استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها روانه کرده شود. تنها با چنین مناسبت ما می‌توانیم تاجیکستان صاحب استقلال را به دولت پیشرفته صنعتی تبدیل دهیم. یکی از شرط‌های اساسی رشد صنعت معاصر مملکت آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص میباشد. در شرایط صنعت کنونی با سرعت، مسئله آماده نمودن کادرهای مهندسی و تکنیکی باید همچون مسئله دارای اهمیت استراتژی ارزیابی گردد. امروز رشد با سرعت ساحه‌های صنعت از جمله متالورژی، ماشین سازی، خیمیا، انرژتیک
استحصال مسائل ساختمان، کارگری و دیگر بخش‌های استحصالی و مهندسان، تکنولوژها، کنسترکتوران، متخصصان اتوماتیکنانی و دیگر کادرهای بلندساز ملی احتیاج روز افزون دارد. از این رو رشد نظام آماده نمودن کادرهای مهندسی و تکنیکی باید یکی از سمت‌های افضل‌الناک سیاست دولتی در ساحه معارف و صنعت باشد. بنیاد چنین کارخانه‌های عظیم تنها با نصب تجهیزات معاصر محدود نمی‌شود. فعالیت ثمرناک آنها پیش از همه از سطح دانش، ملکه و مهارت کسبی متخصصان وابسته میباشد. از این خاطر وظیفه ما امروز نه تنها بنیاد کارخانه‌های نو بلکه تشکل مکتب ملی مهندسی و تکنولوژی جوابگو به طلبات رشد صنعت مملکت است. قابل تاکید است که امروز در مملکت زمینه‌های ضروری برای اجرای این وظیفه مهیا گردیدند. اکنون ضرور است که نظام آماده نمودن کادرهای مهندسی و تکنیکی با طلبات نوی صنعت کنان مملکت پورا مطابق گردانیده شوند. در این روند دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان باید به مرکز اساسی آماده نمودن متخصصان ساحه متالورژی معاصر تبدیل داده دیگر مؤسسه‌های تحصیلات عالی و کسبی نیز تیار کردن مهندسان و متخصصان ساحوی را با در نظر داشت طلبات واقعی استحصالات برآورند. تاکید می‌سازم که تنها در صورت پیوستن علم و معارف با استحصالات جاری نبودن نظام تعلیم دوالی و گسترش همکاری مؤسسه‌های تعلیمی با کارخانه‌های صنعتی ما می‌توانیم رشد استوار صنعت مملکت و بخصوص متالورژی وطنی را تأمین نماییم. حاضرین محترم، با مقصد تأمین نمودن رشد میبده متالورژی ملی تشکل زنجیر پوره استحصال استفاده ثمرناک ثروت‌های زیرزمینی و افزایش دادن استحصال محصولات دارای ارزش بلند الهه شده به وزارت و اداره‌های داخلدار سپارش داده می‌شود. یکم، وزارت صنعت و تکنولوژی نو یکجا با وزارت رشد اقتصاد و سودا و دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار برنامه رشد متالورژی سیاه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-35 را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمود. در برنامه باید مرحله‌های رشد ساحه تشکل زنجیر پوره استحصالات، تأمینات با اشیاء خام، زیاد نمودن اقدارهای استحصالی، آموزش طلبات بازار داخلی و خارجی، توسعه استحصالات به صادرات نگرانیده شده، با کادرهای بلند اختصاص تأمین نمودن ساحه، تکمیل انفراستراکچور و جلب سرمایه پیشبینی کرد. اینچنین سهم ساحه در مجموع محصولات داخلی، شغل اهالی و اقتدار صادراتی مملکت به طور واقعی ارزیابی کرده شد. همچنین وزارت صنعت و تکنولوژی نو و صدر کرده می شود که یک جا با وزارت و اداره‌های داخلدار برای رشد ساحه ماشین سازی مملکت استفاده محصولات متالورژی وطنی در استحصال تجهیزات، قسم‌های احتیاطی و دیگر محصولات دارای ارزش بلند الهه شده تدبیرهای مشخص است. دوم، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی یکجا با وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی نو و رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها استفاده وسیع مکانیزم‌های همکاری دولت و بخش خصوصی را تأمین نمود. در این روند ضرور است که جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی، تشکیل کارخانه‌های نوی استحصال و کارکرد محصولات متالی، رشد اقتدارهای صادراتی،
و تطبیق لایه‌های افضل‌الداک صنعتی تدبیرهای مشخص اندیشیده شد. سیوم، وزارت‌های مالی و علم، صنعت و تکنولوژی نو و کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که یک جا با کارخانه‌های صنعتی نظام آماده نمودن کادرها را برای همه ساحه‌های افضل‌الداک صنعت مملکت با در نظر داشت طلبات استحصالات معاصر تجدید نظر نمایند. در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی که برای ساحه‌های صنعت کادر آماده می‌کنند، تأسیس فاکولته‌ها، کافدرها و اختصاص‌های نوی مهندسی و تکنیکی با در نظر داشت طلبات رشد صنعت مملکت تامین کرده شود. در این زمینه باید برنامه تعلیمی مطابق به طلبات استحصالات معاصر تکمیل داده شده در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و ابتدایی و میانه کسبی اختصاص‌های نو تأسیس داده شد. رهبریت کارخانه متالورژی تاجیک، شما خودتان هم همکاری کنید یک قسم تشکیل کردن فاکولته‌ها، کافدرها و آموزگاران، بعداً مبلغ‌زاری کردن برای دانشجویان در مد اول یک دو سه سال کم کمک کردن برای همان اختصاصایی که خودتان تیار می‌کنید. شرطنامه را وای میکنن جدی از لحاظ حقوقی. خودی دانشجو وقتی قبول که حتما بعدی خط اومده در اینجا کار میکنه. حالا اختصاص‌های متالورژی سیاه و رنگه، آهن‌گدازی، تکنولوژی کارکرد متال با فشار، اتوماتیک کنانی روندهای استحصالی، تشخیص آزمایشگاه‌های استحصالات متالورژی، تعمیر و استفاده تجهیزات متالورژی برای فعالیت کارخانه‌های متالورژی، اینچنین اختصاص‌های صنعت سبک از جمله نساجی برای استحصالات وطنی ضرور میباشد. همزمان با جلب کارخانه‌های استحصالی، نظام تعلیم دوالی، تجربه آموزی حتمی استحصالی و تکمیل اختصاص آموزگاران و متخصصان برای آماده نمودن مهندسان، تکنولوژها و دیگر کادرهای بلندساز ساحه، امکانیت‌های مؤسسه‌های تعلیمی، مرکزهای علمی و کارخانه‌های پیشرفته خارجی وسیع استفاده کرده شد. چهارم، وزارت نقلیات یکجا با جمعیت سهامی کمبینات متالورژی تاجیک باید جهت لایحه‌کشی و ساختمان راه آهنی 80 کیلومتره که کانهای معدن آهن را با مجمع استحصالی کمبینات و شبکه‌های راه آهنی کشور پیوست می‌نماید، همه جانبه مساعدت نموده اجرای سریعتی کارهای پیش‌بینی شده را تامین نمود. پنجم، وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب و دیگر سوبیکت‌های ساحه انرژتیک وظیفه دار کرده می‌شوند که با در نظر داشت مرحله به مرحله زیاد گردیدن اقدارهای استحصالی کمبینات متالورژی تاجیک جهت تأمین سریعتی و با اعتماد انشاءات استحصالی با نیروی برق چاره‌جویی نمایند. ضرور است که دایر بر رشد اینفراستراکچور انرژتیکی و استفاده ثمرناک اقدارهای انرژتیکی خود کمبینات از جمله نیروی از روندهای تکنولوژی استحصالی حاصل شونده تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. ششم، به مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت سوخت، اینچنین دیگر ولایت‌ها و شهرنامه‌های مملکت سپارش داده می شود که برای رشد اینفراستراکچور صنعتی، فراهم آوردن محیط مساعد سرمایه‌گذاری، جدا نمودن قطعه‌های زمین برای لایه‌های نوی استحصالی، دستگیری تشبث‌های بخش خصوصی و تشکیل استحصالات به صادرات نگرانیده شده
чораҳои муассир андешад. ҳафтум, саридораи геология вазифадор карда мешавад ки корҳои омӯзиши геологии конҳои маъдани оҳан ва дигар канданиҳои фоиданоки барои рушди металлургияи муҳимро вусъат бахшида барои зиёд намудани захираҳои тасдиқшудаи ашёи хом ва таъмини дарозмуддати корхонаҳои металлургии мамлакат пешниҳодҳои асоснок манзур намояд. ҳаштум, ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик вазифадор карда мешавад ки татбиқи марҳалаи минбаъдаи рушди истеҳсолотро таъмин карда бо истифода аз иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ҳаҷми истихроҷи маъдани оҳанро мутобиқи нақшаҳои тасдиқшуда тадриҷан то 10 миллион тонна дар як сол зиёд намояд. назорати татбиқи супоришҳои додашуда ба зиммаи муовини сарвазир усмоналӣ усмонзода гузошта мешавад. вазорату идораҳои дахлдор вазифадор карда мешаванд ки иҷрои босифат ва саривақтии онҳоро таъмин намояд. ҳар як вазорати идора мақомоти маҳаллӣ ва ҳар як роҳбари масъул бояд дарк намояд ки рушди соҳаи металлургияи мамлакат танҳо вазифаи як соҳа нест, балки яке аз омилҳои муҳими таҳкими иқтидори иқтисодии давлат истифодаи самараноки сарватҳои миллӣ ва таъмини рушди устувори Тоҷикистон мебошад. ҳозирини гиромӣ, бо истифода аз фурсат мехоҳам ба соҳибкорон сармоягузорони мамлакат муроҷиат намоям. имрӯз Тоҷикистон дорои фазои устувори сиёсӣ, заминаи мушоҳиди ҳуқуқӣ ва имкониятҳои фаровони сармоягузорӣ мебошад. ҳукумати мамлакат минбаъд низ рушди соҳибкори истеҳсолӣ ва ташаббусҳои бахши хусусиро ҳамаҷониба дастгирӣ хоҳад кард. ҳар тоҷике ки як қатра хуни тоҷикӣ дорад ва нангу номус дорад, пеш аз ҳама фикри зодгоҳаша кунад, ватани худаша кунад. ду корхонада дар Бобоҷон Ғафуров шаҳри Хуҷанд будам. ду корхонае ки ҳамин худи соҳибкорро аз давраи баъди хатми донишгоҳҳо ҳардуяша дидам. як корхонаи ҳамин коркарди хӯроки паррандаву чорво гуфта дар гулистони озира кардагӣ ҳамкурсо 4-5 кас ҷамъ шуданд. ҷаноби мо амира кардем, мафтам кайра кардем, навоша барои аздои мурхона кунем ки ақаллан хӯрокаи хутона мурхатиен гӯшт фурӯшед, туқ фурӯшед. инам кардан, раҳмат. аз технолог Германия оварда инам баро монда. оҳиста 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 ҳоли ширкати фаровон дар ҷумҳурӣ яке аз ширкатҳои бузургтарини на ин ки истеҳсоли орд, дигар даҳҳо намуд маҳсулот бароварда истодааст. ҳозир воридот кардааст истеҳсоли макарони италиявӣ спагетти, технологияи худи италиявиро ҳамин сол то охири сол оварда ҷошан сохтмонаш рафта истодааст, истифода метиҳад, тамоми ҷумҳуриро басанда аст. дуюмаш истаравшанда рафтам роша нишон додам, ман гуфтам ки дучархаи калон кун, бозора тез мешавад, мардум мехарад, берун фурӯш. ҳамунҷо баромон баъд омада дидам Хуҷанд овардам, аз истаравша Хуҷанд 80% маҳсулоташ содирот рафта истодааст. мактаб сохтеса, унаш дар шаҳри Истаравшан 1200 ҷо ба. иншам ҳам мактаба ҳам боғча сохта истодааст шаҳри Хуҷанд. ҷои корира гӯем, маоши баланди коргаро, технологияи ҳозира замон. ҳасан, раҳмат шумо ба. ятиморо фаромӯш накунед, камбизоаторо фаромӯш накунед, маъюборо фаромӯш накунед. имсол 35 солагӣ я 35 солагӣ даде доимӣ ғамхорӣ кунед, садақаву хайру дигар кунедтон баракат меёбед.
تشبوس جمعیت سهامی کمبینات متالورژی تاجیک نشان می‌دهد که صاحبکاران وطنی امروز قادرند لایه‌های بزرگ دارای اهمیت استراتژی را عملی نمایند و در تطبیق هدف‌های ملی رشد مملکت سهمی ارزشمند گذارند. از این رو همه صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را دعوت می‌نمایم که از امکانیت‌های فراهم گردیده ثمرناک استفاده برده و تأسیس اقدارهای نوی استحصالی، کارکرد پوره اشیاء خام وطنی، استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها فعالانه سهم گذارند. سپارش یک سال مهلت ما باید کارخانه لیتر در ناحیه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدن شد برامونه یک جای کار کنید بینیتون تکنولوژی وارد شدگی است محصولات است بازارش بینید جهان وسیع بعد جای کاری سرچشمه درآمدی بودید اطمینان دارم که همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی باید نیز برای رشد اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم مملکت زمینه استوار فراهم می‌آورد. خاطرشان می‌نمایند که ما امروز شاهد آغاز یک مرحله مهم در رشد صنعت تاجیکستان است. بنیاد کمبینات متالورژی تاجیک برای استفاده ثمرناک ثروت‌های زیرزمینی، استحصال محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده، تأسیس هزارها جایهای کاری نو و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت اهمیت استراتژیکی دارد. این اقدام برای افزایش صادرات محصولات صنعتی وطنی و تحکیم رقابتناکی اقتصاد ملی زمینه استوار می‌گذارد. همه این دستاوردها ثمره صلح و ثبات کامل، وحدت ملی و استقلال و آزادی وطنی عزیزمان می‌باشد. ما در عرفه تجلیل جشن مقدس 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان چنین انشاءات بزرگ صنعتی را همچون رمز اقتدار روزافزون اقتصادی کشور و نتیجه سیاست سازنده دولت بنیاد نموده ایستاده ایم. این همه ما را وادار می‌سازد که برای پیشرفت منبعد تاجیکستان عزیزمان باز هم صادقانه و پرمسئول زحمت کشیم. از این رو سهمگذاری در آبادی وطن و پیشرفت دولت برای هر یک شهروند کشور باید وظیفه مقدس باشد. اطمینان دارم که مردم شهرمند تاجیکستان از جمله ساکنان زحمتکاران ولایت سود، مهندسان و ساختمانچیان، متخصصان، صاحبکاران و همه کارمندان ساحه صنعت منبعد نیز در تطبیق هدف‌های استراتژی دولت سهم ارزشمند خود را می‌گذارند. من در این پی روز سیوم است ناحیه عینی، شهرستان، خوب دیوشتیچ، بابا جان غفورов، شهر خوجند دیدن نمودم. من دیده ایستادم که مردم در همه دیوهای دوردست حتی کار آبادانی رفته ایستاده است و همگی 2 ماه وقت ما باز هم سرعت کارهای آبادانی را باید باز میگم از هر یک عائله، از هر یک خانه کاشانه مردم، از هر یک کوچه محل شروع کنیم تازه آزاده گردانیم وطن عزیزمان را آباد کنیم، بنیاد کنیم، سازیم و در هر یک دهه دوردستترین 5 عائله در یک دهه زندگی کند حتما چهاربینی‌های جشنی در آنجا گذرانده شود. با همه شما سلامتی، روزگاری آباد و در فعالیت پرشرفتان برای کامیابی ها آرزو می نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید.